مولوده شرمگین در نزد سلاحش ایستاده است. با این سلاح در تامین خانواده 10 نفره کمک میکند. سرتر کردوی عروسی چکن میدوزم، هم فرمان سرانداز تاقی کرده همش. از 17 سالگی دوزندگی را یاد گرفت و حالا یکی از دوزنده های با تجربه شهری لیوکند یا سربند سابق به حساب می رود. پیراهن های رنگابرنگ میزاجان را از هر کنج و کنار ختلان به خانه اشان می آرد. اول امی فقط شهر سربند می دوختم، بعد که امی خیلی چقدر هستن که زنک ایش می پرسند کی دختر چقدر خیلی علی سواد می کند، هم خیلی اساسا خیلی مشهور شدن. بعد امی قرغن را بردن زکاسوما، بعد دنغره، بالجوان، کنگرد، دوشنبه، همه شب نویا میبرن. در آستانه نوروز و شبهای کوتاه بهار امسال با صدای ماشینه درزدوزیش اعضای دیگری خانواده را به داد آورده است، ولی او را درک میکنند چون میدانند که به خاطر آنها نیز کار میکند. برای هم پولی دانشگاه ما جمع میکردم، بخیر خونه در چی ضروری هسته، یگان چی ضروری میخرم. مولوده 19 ساله به شرافت نوروز در کمتر از 1 ماه 4000 سامانی پول تحصیل در فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه به نام ناصر خسرو را جمع می کند. امروزها از 5 تا 10 فرمایش می گیرد. فقط امی نوروزی نوروز دا میتونم که امی دگواری سومی مکتب ما جمع بکنم. خیلی بعد نوروزی خیلی نوروز دا زکاس بسیاره، بعد نوروز خیلی زکاس نیسته، هسته کمتر، فقط عروسا میوین. واقعا سخت‌ترین کار برایش دوختن پیراهن عروسی است که وقت زیاد میگیرد. کرته عروسی ایمی اگر ای سهر بشینم تا بگه ها یک کرته ایمی عروسی را همه فرما بود میکنم، سرانداز همه چقدی تا 300-350 هر خیل میدسم. مولوده میگوید هرچند کارش زیاد است ولی تحصیل را هم جدی میگیرد چون برای آیندهش مهم است. از مادر هنری دوزندگی را آموخته است. مادری که میگوید از داشتن چنین فرزند میفخرد. انا رو یادشون دادم، چون ایودشون میبری انا مراد چی نمیکنه، غم نمیته. امی خودشون چی میکنه؟ ای مهنت خودشون پول میوانه استفاده میبره. عزیزه ساکن شهر باختر که پیراهن‌های ملی را خوش دارد میگوید واقعا در ایام نوروز پیدا کردن دوزنده‌ای که فرمایش قبول کند آسان نیست. در همه دوزندهایی که ما برای فرمایش می رویم مثلا کاتالوگ و ژورنال های هستند که همچون نمونه تیار کرده موندگی، بعد وابسته به سیما به قد و بست دیگر چی من خودم انتخاب کردم. اما مولوده در خانه با استفاده از موسم مساعد به کارش ادامه می دهد تا هم پول کار کند و هم امکان بدهد که مشتریانش در عید لباس نو و زیبا بپوشند.